دیوونمون کرد. بله. ببخشید من بعد موقع مزاحم شدم. حدیث هست؟ نمیدونم والا، فکر کنم رفته همون، حالا اومد بیرون میگم بگیرتتون. مرسی، روزتون بخیر. حدیث جان جونم. زود آماده شو، باید 3 ساعت دیگه بریم پروازمون ها. چشم من یک کم دیگه آماده میشم. بعدش همین دوستت ما رو دیوونه کرد، بابا انقدر زنگ زد و چی میگه؟ الو بابا چرا اینقدر تو زنگ میزنی؟ بهت گفتم عجله دارن. تو هم که ناسلامتی داری از ایران میری، یا پولو زودتر واسم میاری یا اون کاری که بهت گفتم و انجام میدم. تو 1 ساعت دیگه دلارا رو برات میفرستم، خیالت راحت. خدافظ. گفتی واقعا این پسر حدیث رو دوست داره؟ بله. حدیث هم گفتی رفیق صمیمیته. بودی. الان دیگه با این قضیه با هم دشمن. ببین اینا منو خیلی اذیت کردن. اگه بتونی حدیث رو بکشونی یه جای خلوت گوشمالیش بدم، جایزت توپل‌تر میشه. نمیشه. دارن میرن. 2 برابر چیزی که بهت گفته بودم. بله. برنامه عوض شد. پول فقط از خودت میگیرم. 1 ساعت دیگه پاتوق همیشگی. پریز زر نزن، من پرواز دارم میرم، گفتم پول برات میفرستم. اصلا بیشترم میدم، فقط ولم همینی کن. که گفتم. فعلا. عشقم. حدیث. این دیگه خیلی مشکوک شده.